جای شنیدم که یعنی مربی باغچه کودکانه شما گفته است که علایالدین وقتی که در باغچه بود یعنی از خردی هنرنمایی میکرد، مسخره بازی میکرد و ما هم تماشا میکردیم. خود شما از کی یاد دارید که هنرنمایی میکردید؟ ببینید من فقط یک چیز را به خاطر دارم که خنداندن اطرافیان برای من یک ذوق الهام میبخشید. من بسیار خوشنود میشدم وقتی که اطرافیان میخندند در شوخی های من، به قول مردم در نغمه هایی که میکردم و همیشه همین خیلی یک شوخی و بازی و یکم کاری میکردم که اونها حتما یک تبسمی در آنها باشد، در لبانشان پیدا باشد و همین خیلی است. و همین چیز در همه اعضایان عائله برادران ما هم است که در کدام محفلی باشن یک ظرافت میگن، یک شوخی میکنن، یعنی یک شوخ طبیعت هم. یعنی در عائله تنها علایالدین شوخ طبیعت نیست؟ بله همه زنده دیلن. خیلی خوب. و پدر ضد نبودن وقتی شما این راه را انتخاب کردید؟ نه پدر و مادرم انتخاب ما رو خیلی خوب پذیرفتند و بسیار گفتند که من ما از تو امیدهای خوب داریم که نقش ها آفرید. پدر که کارمند حزب بودن میگفتن اون وقتا میگفتن که شاید نقش لنین و استالین رو هم از تو انتظار میشویم، یعنی که میخواستند که یک هنرمند خوبی حرفه‌ای شد. همون لحظه‌ای که دانشجو بودید یا همون لحظه‌ای که اولین قدم خود رو به تئاتر گذاشتید، کیا بودن همون هنرمندانی که از اونها چیزی می‌خواستید بیاموزید؟ تشکر. البته من اون سالها چون بار اول من دیدم مثلا در خود همون دانشکده نوگاه استاد هاشم گدایف پیدا شدن. اون کس هم درس میگفتن. ما این هاشم گدایف مثلا او را دیدیم و غیر از اون استادان تقای مراد رازیقов نطق صحنه درس میدادن. امروز هم درس میدهند، فعالیتشون رو همچون آموزگار ادامه میدهند. یعنی آموزگارانی بودند که با آنها میخواستی پیروی کنی و چون بار اول وارد تئاتر هم شدیم همین خیلی هم بود. در صحنه مثلا اون سالها نمایشنامه شعر عبدالقیصف شعر با و انگور از روی مسئله های اضافه میرفت، بسیار خوب بود و ما با یک احساسات تماشا میکردیم که آیا باری میشده باشد که ما هم با همین روز رسیم و در این صحنه کسبی هنرنمایی کنیم. اون رقصی که شما کردید طولی چند ماه یا که طولی چند روز مشق کردید و یعنی برای این صحنه نقش رو آفریدن تمرین کردید؟ سلامت باشید. البته الکی قدم های اولین در رقصیدن و سرود خواندن در دانشکده صنعت ما آموخته بودیم از استادان و در اینجا در تمرین ها البته این با ما کمک رساند که ما زودتر از خود کنیم بعضی حرکت ها. من نمیگم که من یک پورا همچون هنر پیشه کسبی رقصیدم، لیکن یک شنگیل به همون قهرمان نزدیک مثلا کوشش کردیم که رقص هم باشد و حرکت ها هم باشد در سلطان بیگ. این بود. البته به تمرین نمیشه. تمرین خیلی خوب بود که با ما خودی آموزگاران رقص تئاتری ما اویمگول دولت و سلطان قربانوف و شریف جان عزیز با ما کمک رساندند که همین حرکت های رقص آذری رو زودتر از خود کنیم و رقصیم به مثل سلطان بیگ. ولی یکی از نقش های خوب کردید که باید بله من دوست داشته من است. بله من است که خوب کردید که باید آوردید. بله بود یک موفق شدم. جواز برای تخالیست ای بخدا هم قزونون دردی مینن کلی غمم دادی کرنی جون هم قزونون دردی مینن ای خوله جون میبخشیم که به همی چختیدم کرپاچو ربطیم در جبه اندازم همین کرپاچو را میگوی اینه یا خدا اینه منه وی این اهید صدقه خولمه دردی در جوی تو خالیست دردی در جوی تو خالیست. خوله جون میبخشی بچختید با همین چختم و نکر پچه دیگه مبرم اندازم اینشا میگوی اینه من ای خدا نه دردی در جوی تو دارم با من بیمونه نگارم
خاله جون میبخشیم من میچختید اما چونک پیوله رو بزنید اینه پیولوت ای توبه اینه من پیولوت چونک اینه چونک پیوله ای خاله ای میبخشی خاله جون که من میچختید اما دسترخونه بم نبدی؟ لا دسترخونه خوب کلینی جون اینه دسترخون اینه نونو کلینی جون نمیشه که به همین چختیم برم قوری طوری کلین لقتی و چای ترزویدگی بربرک بکنم به همین چختیم анамин шӯхиҳои Аловиддин ки мардум инқадар дӯсташон медоранд, яъне бо ҳамин намоишҳои телевизионии худ, бо ҳамин саҳнаҳои ҳаҷвии худ аллакай дар дили тамоми мардум ҷой гирифтед. Тайягарӣ низ худатон мекунед? бале, тайягар низ худам ҳастам, пардозгариам, интихоби либос, таҳрирам ва муҳаррирам, чунин гузоштани саҳнаро ва онҷа кӯмаке мерасонанд фарзандон, яке аз фарзандонам ки масалан барои навор гирифтан ҳамн тугмачаи дурбинро пахш мекунанд ки шурӯъ, яъне бештар ҳама корро ки худамон анҷом метиҳем ва ҳама аҳли оила, фарзандон, ҳамсар кӯмак мерасонанд ки ҳамин чизо аз ҷоӣ бароянд. каме ҷустуҷӯ мекунем дар сужаи хуб бошад, як бадеият дошта бошад. ин албатта то ин ки ба масалан иззати нафси ин ё он кас нарасад. бисёр мушкилиҳо ҳам дорад дар гирифтани шӯхиҳо ва хеле хуб аст ки шумо гуфтед мардум дӯст доштанд шӯхиҳои Аловиддинро, интизор ҳастанд ва ин як масъулият аст ки боз шӯхиҳои навро ба навор гирем. قبول کده اینجا مسیح کده ای بخدا میزنی ساز نمیزنی یا طرفش میکده و طرفش دستکاش بشکنه که شویت را دستکاش بشکنه. گوش که دختر جان، من برای پیشگیری همین زدنهای شویت یک مصلحتت میدم. این مصلحت ایمام هم شیندگیم. یک انیخترش یک داروی زور. حالی بستک شیندگی خلوقی نه انا نه پودنکار هم میگیری همین 7 برگکش هم میگیری در ته زبانت میپردم. همین شد که آمد به قربت نزدیک شید دختر جان، همین خویدن میگیری. خویدن این شال سر همون میشه و زده نکاش. من هر باری که به قرب سینه دومدن میخیک 7 دانه خیلی ده بس ایتا. من بگی تو دیداره مالش 7 دانه گفتنه یک دستی چو مالش اخدفه و خیرون یا این طرف هم کنه اون طرف جانم سیر شدم. ما میخوایم بفهمیم یعنی مقصد از این تقلیدها یا مقصد از این صحنه‌ها در چی است؟ یعنی ما میدونیم که این تقلیدها خشک و خالی نیست. بله تشکر. شما بهای بلند است وقتی که خود زن هستی با شما میگوید که بسیار خوب است. پس من کوشش کردم که به عزت یگم زن نرسد. این رو قبول نمویند چخیلی که هست، چخیلی که آفریده شده است. البته مقصد از این شوخی رو آفریدن پیش از همه یک در دل مردم یک شوخی، یک مثلا طبع آنها رو خوشگردانیدن به قول مردم. یعنی کنه پس از کار میان استراحت میکنند، یک لحظه فراغت به آنها باشد. برای همین مقصدم پیش از همه این است. ولی یک پهلوی دیگه فلسفه خودش هم ولی دارد. تربیتی هم هست. ولی که وقتی که مثلا گپ در بود این زندگی است. البته در زندگی همین خیلی زندگی هموار نیست. ما میدونیم که مثلا آنجا من خزان ریز دارد، باز شکفتن ها دارد، باز مثلا برف ها دارد، آفتاب ها دارد، اومدن و رفتن ها دارد، غم و شادی دارد. و البته در اینجا چون بعضی وقت مناسبت های خوشتامند با کلین مثلا ناجور است یا اینکه مثلا دوستان اگه بعضی وقت در بینشون نافهمی می شود و همین از جهت حج یک میفهمونیم و یک کم یک اشاره میکنیم که به قدر همدیگر رسید. این زندگی خودشون قدر عمر قدر دراز نیست که ما عمر به زیدیت و به همین چیزا صرف کنیم. بیشتر دوست دارید همدیگر رو، ببخشید همدیگر رو، شوخی کنید. و چون در پیشتر گفتید که یعنی خودم طبیعتا همین خیلی شوخ طبیعت هستم، یعنی در زندگی هم با فرزندان با عائله همین گونه شوخ طبیعت هسته؟ بله البته باز تکرار شد. من بسیار وقت اینا میگویم که غیر از آنی که ما هنرپیشه هستیم، شوخ طبیعت هستیم، ولی این خصلتی ماست. ما نقش پدر رو هم می‌آفریم. پدر هستیم، وظیفه پدر رو، مسئولیت پدر نمیتونه
روبر اینه که وظیفه روبری داریم، وظیفه پدری داریم، این هم یک مسئولیت است و ما چون فرزند مثلا با روزنامهش بهای دو گرفت نمیتونیم بگیم که دو گرفتی پسرم کاری ناز کردی. یعنی که البته ما باز جدی میشیم، باز طلب میکنیم، یعنی که چقدر ما رو تربیت میکردن این رو هم میکردیم. یعنی که در اویله باز البته من با شما در بودم گفتم که پدرم برای من پدر یک آدم جدی، آدم بسیار در برای ما سرطلب بودن، یعنی برای کتاب خواندن ما رو هدایت میکردن. ما یک کتابخانه خوب در قرغان تپه داریم، توزیرم هست که کتاب هایی که پدر جمع کردن. پدر خودشون فاکولته اولین خط کننده دانشگاه ملی هستن، فاکولته تاریخ و فیلولوژیا و او بیشتر با کتاب های بدیعی مثلا ذوق داشتن. ما رو هم هدایت میکردن که خونی و من بسیار مطالعه میکردم. با فرزندانم رو نیست همیشه برای کتابخوانی گفتم مثلا هدایت میکنم که خوانند، چون که بسیار از این فایده بیشتر ما ایجاد میکنیم. ما از این اونی که به دست آوردیم از این علاقه آرام نشده ایم و فقط استاد میگفتن که برهاندین رجب که اون هنرمندی که علاقه میگوید که من فلان چی بودم و درباره گذشتهش گپ میزد، اون هم چون هنرمند علاقه فعالیت نمیکند. ولی من میخوام بگم که نهاد سخنهای نگفته، صحنه‌های خوب شما رو انتظارن تو اونی که مثلا امکانیت داریم، قوت داریم ایجاد میکنیم، در مردم خدمت میکنیم، خدمت فرهنگی، تا اینکه مثلا مردم شاد و خرم باشن در این و صحنه ها رو خوب قبول کنن و به فیلم به سینما هم دست زدنی هستیم. مثلا یکم فیلم هم گرفتنی هستیم. یعنی نقشه های شما در آینده تهیه‌گری است در فیلم ها یا اینکه هم تهیه‌گری هم نقشه؟ هم در تئاتر هم در سینما تهیه‌گری است، ایجاد کردن است و عموما فعالیت کردن. در شوخی های علاوالدین یک نفر دیگر و یک هنرمند دیگر رو نیز استفاده میبرید با نام محمدالله. چه خیلی شد و محمدالله رو از کجا دریافتید که او رو دستگیری میکنید همیشه؟ تشکر. محمدالله کبیرов زاده ناحیه فیض‌آباد هستند و اون کس علاقه همون محبتشون صنعتشون که در دلشون هست، اون هنر رو محبت رو در دلشون استاد شادروان حافظ خلقی تاجیکستان دستمرد علیف علاقه جا کرده بودن. بعد او رو کمی تربیتی استاد قیام الدین چقلف رو هم گرفتن در صحنه های تئاتر خلقی ناحیه فیض‌آباد و ما از فیض‌آباد اون کس رو باری به سفر هنری رفتیم و دعوتش کردیم، قبولش کردیم و در تئاتر قرغان تپه هم فعالیت میکند، کار میکند. بله خیلی خوب است. علاقه ببینید که قدر ما یک دولتی داریم که ما نگاه نمیکنیم که مثلا این یکم جوان که هنرمند یکم نقصانی دارد. او علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان است. در بعد از یک قطار نمایشنامه و هنرنمایی کردنش رو و او مثلا این نشانی سری سنگیرم توفیق کردن و او در صحنه های من هنرنمایی میکند. او هم دوستدار صحنه است، دوستدار تئاتر است، رقص است، شوخی است. بسیار یک جوان زنده دل است. یا باز از زندگی علاوالدین عبداللهیف چی میخواهد؟ تشکر. در حقیقت شما راست گفتید. اون موفقیت هایی که گرفتیم همش به شرافت استقلالیت است. ما اون هنرمندانی هستیم که محض در دوران استقلالیت صنعت و هنر ما رشد یافت، محبوب شد، شناخته شد و دستگیری یافت. ببینید یک آنی که در عرفه 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری همون با خودی اشتراکی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری همون محترم امالی رحمان یک با همه اهل هنری خطلان توفه نمودن یک بینای زیبای تئاتر ولایت موسیقی مزاکه. این بسیار برای ما یک بار میکنید الهام بخشید. یک شادی و خرسندی ما حد و کنار نداشت و اینقدر سخنهای گفتن، هدایت نمودن، یعنی امکانیت فراهم آمد که باز صحنه‌های خوب ایجاد نماییم، با جدیتر مشغول شویم به هنرهای خویش، هنری خویش، به کسب خویش. و من همیشه به فرزندان میگم که اونها با من بعضی وقت میپرسن که پدر جان این کار اون کار چیکار کنیم؟ من میگم که شما گرچه بسیاری شاید پدرها این کار رو میگن، همه مردم تاجیکستان گرد که به فرزندانش مسخانه مرشد گیرن. من میگم که شما میخواید که یک کتابی راهنما داشته باشید، شما میخواید که یک مصلحتگری داشته باشید، شما همه اون
مثلا کتاب هایی هست برآمد هایی که محترم جناب والی برآمد میکنن یک بار خوانید همون است برای شما راهنما همون است برای شما هدایت در زندگی در همه برآمدشان جناب والی محض درباره وطن دوستی فرهنگ دوستی شکرگزاری ارجگزاری میگویند و آنها برای شما یک راهنمای تپ تیار است گیرید خوانید و مطالعه کنید و همون راه براتان میشود